خانم به آقای قاضی بگو من مقصر نیستم. کی مقصره؟ شما زدی شوهر منو کشتی تو خیابون. خانم شوهر شما با این دو تا رفیقاش ریخت سر منو گرفت کتک زد. نزدین داداش. آقای قاضی به پیغمبر من کنار ماشین خودم وایساده بودم، اصلا من کاری با اینا نداشتم. من اصلا شوهر این خانومو با رفیقاش نمیشناختم، یه دفعه ریختن سر من شروع کردن کتک زدن. من اصلا شوک شده بودم. وسطاش فهمیدم قضیه ناموسیه، گفتم حالا مرد غیرتی شده، تحمل کردم، هیچ نگفتم، هی کتکم زدن، هی زدن، هیچ نگفتم. آقای قاضی خدا شاهده به قصد کش داشتن منو میزدن، بازم هیچ نگفتم تا جایی که فحش مادر داد. سفید این کف بهشتم، ما هنو بغض و گلو من پزشت. آخه این روانی تو قصرم باشه غربت تازیانه رو میزنه بهش. لش مثل مرغوم تو پاک، بیرونم یختون کولاک. من شدم یه آدم آهنی منزوی مظلوم تو لاک. من شدم یه